رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه در سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه با اشاره به وجود برنامه‌های گسترده برای انحراف ذهن و دل مردم و جوانان از اصل دین اولین و مهمترین برنامه را پیک شادی معرفی کردند و تاکید کردند که این برنامه بابای ولایت را درآورده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه با اشاره به شبه افکنی‌های دکتر بزن بهادر فرمودند مرحوم ابوی از عوامل بیگانه میباشد و چهارراه استراتژیک بخشی از پروژه نفوذ است. شرکت کنندگان در این جلسه ضمن تایید فرمایشات مقام معظم ولایت با شعارهای کوبنده دقدلی خود را علیه توطئه‌های پیک شادی خالی کردند. خامنه کرده قاطی از دست پیک شادی، خامنه کرده قاطی از دست پیک شادی، خامنه کرده قاطی. رهبر انقلاب در ادامه نسبت به شخصیتی تحت عنوان جعلی حشمت خان هشدار داد و اظهار داشت حشمت خان از دشمنان نشاندار نظام مقدس ماست. ایشان از قوه قضاییه خواستار این شدند که حشمت خان خالتوری محارب را به اشد مجازات برسانند. مقام معظم رهبری دامت افاضاتو در پایان فرمودند که بنده از دست آیتم هایی چون خبر تو خبر، ترانه های طنز، 120 ثانیه با ایمیل ها و آقای مجری دلم خون است و پنجشنبه شبها تا صبح خواب به چشمم نمی آید. در پایان این دیدار صمیمی شرکت کنندگان در جلسه در یک راهپیمایی علیه برنامه ضد ولایی پیک شادی شرکت جستند و خشم و انزجار خود را نسبت به خندیدن دشمنان نظام به ریش ولایت اعلام کردند. باید مواظب باشیم از این پیک شادی پشت ضربه نخوریم.